السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما هموطنان و همدیاران عزیز، همه شما رو به برنامه امروز خوش آمدید میگویم. امروز در برنامه 18 قدرت و حقیقت پیرامون چند موضوع صحبت میکنیم. از جمله امروز برمیگردیم به موضوعی حساسی که بارها من در این موضوع صحبت کردم و باز هم برمیگردیم به موضوع مشکلات داخلی وطن و از جمله به حالت بی‌سابقه‌ای که در داخل کشور به نظر میرسد. تنش بین کمیته دولت امنیتی ملی و وزارت کارهای داخلی در مرز افغانستان بسیار یک نقطه خیلی مهمی است که ما این را مورد بررسی قرار خواهیم داد و صحبت خواهیم کرد. موضوع دیگه‌ای که ما صحبت میکنیم تنش بین دو کشور ابوالقدرت به مانند ایالات متحده آمریکا و کشور جمهوری اسلامی ایران که ما در این هفته خیلی پیرامون اینها حرفایی شنیدیم و ما این را به تحلیل و بررسی خواهیم کشید و خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. موضوع دیگری که صحبت خواهیم کرد این موضوع جنگ اقتصادی امریکا با تمام کشورهای جهان از جمله با کشور چین یا این کیته همسایه ما و در آخر تمام حالتهای جهان رو بررسی خواهیم کرد که در این موضوع ها به جهان چی انتظار است و جنگ های جدید در مابین خواهد آمد و یا اینکه نه. ما از جمله مشکلات اخیری اوکراین و چین روسیه رو خواهیم دید و این چنین آیا این تنش‌هایی که بین اینها صورت گرفت آیا در جهان ادامه پیدا خواهد کرد و این جنگ تا کی ادامه میکند و نتیجه آن چی میشد؟ آیا جهان را یک جنگ سوم جهان انتظار است و یا که جنگ‌های نیابتی که در منطقه با خواهش ابوالقدرت‌ها و با ارزش ابوالقدرت‌ها وابسته‌اند و تایید میشن؟ آیا این باره این جنگ‌ها آغاز میشوند در منطقه چه آسیای مرکزی باشد چه شرقی و وابسته به این صحبت خواهیم کرد. هموطنان و همدیاران عزیز و گرامی قدرم، از همه شما خواهش میکنم که پیش از آن که برنامه رو آغاز میکنیم فراموش نکنید که ما در کانال جوانان برای تاجیکستان که به اسم جوانان تاجیکستان در یوتیوب معروف است و در فیسبوک و یاس تاجیکستان فعال باشید، نظریات خود را بنویسید، برنامه‌های ما را دستگیری کنید تا اینکه بتوانیم برنامه مفید مفصل برای شما داشته باشه و اگر شما برنامه‌های ما را بیشتر دستگیری کنید و بیشتر فعال باشید بدونید که ما بیشتر برای شما برنامه پیشنهاد میکنیم و معلومات بیشتری برای شما میدیم و در آخر شما میدونید که هدف ما آینده آزادی تاجیکستان و بهتر ساختن وضعیت مردم کشور است که به آن خواهیم رسید و در صورت کمک و یاری شما که این دستگیری برنامه هاست و پیشبرد برنامه هاست بدانید که ما با اون هدف بزرگ میرسیم. ما از شما در عوض این کار مبلغ نمیخواهیم و کمک دیگری، فقط کمک یگانه که امروز میتوانید بودن با ماست و دستگیری کردن برنامه‌ای است که ما میتوانیم توسط این برنامه ها هدفهای اصلی که هست به اونها نزدیک بشیم و اون را در جامعه تاجیکستان عملی بگردانیم. بازم بار دیگر شما رو به برنامه 18 قدرت و حقیقت خوش آمدید میگویم و امیدوارم که این برنامه برای شما یک برنامه مفید خواهد بود که هر یک نقطه‌ای که ما میزنیم برای زندگی و حیات شما یک روشنایی و یک حرف راهنمایی باشد که شما از اون بتوانید برای روزمره خود استفاده کنید. ما برمیگردیم به موضوع اولی که در مرز تاجیکستان و نزد مرز افغانستان بین کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان و کمیته و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صورت گرفت. ما همونطوری که در رادیو آزادی و دیگر رسانه‌های تاجیکستان خواندیم و دیدیم که شاگردان سید مومن یتیموف و شاگردان رمضان رحیمزاده بین هم در مرز تاجیکستان قرقیزستان با هم درگیر شدند. ما برمیگردیم به همین نقطه که چرا در مرز تاجیکستان و افغانستان که یک مرز حساسی هست بین مرزبانان یا اینکه بین افراد کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان و افراد وزارت کارهای داخلی که هر دوش یک نهاد نظامی هستند بین هم نافهمی میشد و بین هم جنگ میشد. اگر شما همدیاران و هموطنان عزیز برنامه‌های قبلی مرا تماشا کرده باشه و من به شما بارها تایید کردم که نقاطی که ما در اینجا بررسی میکنیم و تحلیل میکنیم خیلی عمیق و دقیق نگاه کنید و با او بسیار فکر کنید که چرا ما این حرفا رو در اینجا میزنیم. ما بارها در این برنامه اشاره کردیم که در بین مرز تاجیکستان و افغانستان یک دولت سیاه موجود است که از جانب کشور روسیه و کشورهای منفعتدار اداره کرده می شود و کشورهایی که در اونجا قرار دارند هیچ دخالتی در اینجا انجام داده نمیتونه. این نکته را من بارها و بارها تایید کردم و بعضی ها در تنهایی میبرند به این نقطه اشاره میکنند که شما حرفایی میزنید که هیچ دلایلی در اون وجود ندارد و این به بینندگان یک راه گمزدگی میبرد و بینندگان نمیدونن که شما در چه موضوعی صحبت میکنید. و بارها تایید کردم و بازم به این معتقد هستم که
این دولت سیاه که از جانب کشورهای ابوالقدرت از جمله از جانب روسیه تشکیل شده است و اداره کرده می شود که تاجیکستان فقط سفید کنک این دولت به میان میآید. یعنی اگر شما ببینید همونطور که در مرز تاجیکستان افغانستان امروز دیروز رخ داد که با تیراندازی و مجروح کردن پلکونیک صورت گرفت و چندین نفر دیگر، این یک نشاندادی آنی است که بین نظامی های تاجیکستان که در داخل یک وطن و در داخل یک نهادها کار میکنن گفتگوی موجود نیست و اینها بین همدیگر درگیر میشن. چرا درگیر میشن؟ حالا مشکلاتی که وجود دارد ما برای بررسی و تحلیل دقیقاً بعد از اون که ما خبر از رادیوی آزادی مفصل برای شما میخونیم و بعد برمیگردیم به تحلیل اون که چرا چون این واقعات در مرز تاجیکستان افغانستان در یک جایی که خیلی حساس است صورت میگیرد و برای برقرار کردنی که نشدنی چون این حالت ها به میان میاد چیکاری را ما انجام داده میتونیم؟ آیا این ضررهای دارد برای مردم تاجیکستان و کشور تاجیکستان و به منفعت های ملی ما و شما؟ این نقطه را ما بعد از اون که خبر را از رادیوی آزادی برای شما میخونیم و برمیگردیم به تحلیل همین مقصد، به خاطر بی خطر کردنی وضعیت کشور، آگاه کردنی وضعیت سیاسی که دانشی داشتنی چون این یک نقاط بسیار برای هر یکی ما و شما از دیدگاه سیاسی مهم است، چون این برمیگردد به امنیت کشور و بعد ساختنی آرامی کشوری ما و شما. حالا برمیگردیم به رادیوی آزادی و این نقطه را از رادیوی آزادی ما برای شما میخوانم. خب همداران و هموطنان عزیز، همونطور که شما میبینید در روی آینه نیلگونی شما رادیوی آزادی با اخبارش پیش اومد و این من میخونم، شما را میتونین از اینجا اگر چیزی که من اشتباه کنم مرا ببخشید و اصلاح کنید. نیروهای مرزبان کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان یک افسر وزارت کارهای داخلی را در سرحد با افغانستان زخمی کرده و 2 کارمند دیگر این نهاد را در نزد یک محفلگاه مواد مخدره بازداشت کردند. ماجرا میان کارمندان 2 نهاد قدرتی تاجیکستان ساعت 1 شب 6 اپریل در نزد راه ناحیه شمس‌الدین شاهین به ناحیه درواز رخ داده است. مقامات حادثه را شرح ندادند. منبع رادیوی آزادی حادثه را تصدیق کرده آن را یک نافهمی کلان نامیدند. یک منبع در نهادهای تفتیشاتی تاجیکستان روز 10 اپریل به رادیوی آزادی گفت که 3 کارمند ریاست مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت کارهای داخلی با هدفهای انجام عملیات در مرز با افغانستان قرار داشتند و مرزبانان آنها را قاچاقی گمان کرده به سویشان آتش کشیدند. خب مایور ام کارمند وزارت کارهای داخلی از پای و شکمش زخمی شده در بیمارستان ناحیه شمس‌الدین شاهین بستری است. سرهنگ یا پلکونیک اف و پلکونیک ان دستگیر شده به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی بعد دوشنبه انتقال یافتند. کارمندان وزارت کارهای داخلی بعد تفتیشات نقل کردند که آنها از پیدا شدن یک مخفیگاه مواد مخدره در مرز افغانستان خبر گرفته برای پیدا کردن آن رفته بودند، ولی از سوی مرزبانان تیرباران شدند. مرزبانان کمیته دولتی امنیتی ملی گفتند که آنها برای دریافت کرده بودند آنها خبر دریافت کرده بودند که در این منطقه میان قاچاقبران دادوگیری خواهد شد، ولی آنها نمیدانستند که یک طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی هستند. شما این نقطه را خوب دقت کنید. این نقطه اینجا را که من زرد میکنم، دوباره زمانی که من خبر را تا آخرش را میخونم اینجا رو خوب دقت کنید و دوباره سومین بار شما میتونید تکرارا بخونید، چون ما در این نقطه صحبتی بیشتر خواهیم کرد. خب آنها با مقامات تفتیشاتی گفتند که شبانه ماشین مرسدس بنز ناشناس را در نقطه ممنوع مرزی دیده خواستند که آن را تفتیش کنند، ولی اطاعت نکردند. مرزبانان گفتند که هیچ نهاد با به موافقه با کمیته دولتی امنیتی حق انجام عملیات در مرز را ندارد، از این رو آنها از روی قانون عمل کردند. گفت منبع آگاه رادیو آزادی با دلیل امنیتی از اون نام برده نمی شود. حادثه دادستان نظامی تاجیکستان تفتیش دارد و کمیته دولتی امنیتی ملی 2 کارمند بازداشت وزارت کارهای داخلی را رها نکرده است. این حادثه در مرحله رخ داده است که آن را یک راه قاچاقی مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان می‌دانند. در این منطقه برای بارها میان مرزبانان و قاچاقبران ضد و خورد صورت گرفته است، ولی بازداشت
زخمی شدن کارمندان وزارت کارهای داخله بی‌سابقه است. مرز ناحیه شمس‌الدین شاهین با افغانستان از قطعه دانسته می شود که نظارت آن سخت بوده، راه و پیراهای دشوار گذر زیاد دارد. خب همدیران و هموطنان عزیز، در این جای اخبار هم نشر شده است. یک منبع در نهادهای تفتیشاتی روز 10 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که 3 کارمند ریاست مبارزه به ضد قاچاق مواد مخدر وزارت کارهای داخلی با هدف انجام عملیات در سرحد با افغانستان قرار داشتند و مرزبانان آنها را قاچاقچی گمان کرده به سویشان آتش گشادند. یک معیار وزارت کارهای داخلی از پای و شکمش زخمی شده در بیمارستان ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان بستری است. یک سرهنگ یا پالکوونیک و یک پدپالکوونیک دستگیر شده به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی به دوشنبه انتقال یافتند. کارمندان وزارت کارهای داخلی به مفتشان گفتند که آنها از پیدا شدن یک مخفیگاه مواد مخدر در مرز افغانستان خبر یافته برای پیدا کردنش رفته بودند، ولی از سوی مرزبانها تیرباران شدند. سرحدبانان گفتند که آنها خبر دریافت کرده بودند که در این منطقه میان قاچاقبران داد و گرفت خواهد شد، ولی آنها نمیدانستند که یک طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی هستند. مرزبانان به مقامات تفتیشاتی گفتند که شبانه ماشین مرسدس بنز ناشناس را در نقطه ممنوع مرزی دیده خواستند که آن را تفتیش کنند، ولی آنها اطاعت نکردند. به قول آنها هیچ نهاد به موافقه با کمیته دولتی امنیت ملی حق انجام عملیات در مرز را ندارد و از این رو آنها از روی قانون عمل کردند. حادثه را دادستانی نظامی تاجیکستان تفتیش دارد و کمیته دولتی امنیت ملی 2 کارمند بازداشت شده وزارت کارهای داخلی را هنوز رها نکرده است. این حادثه در محله رخ داده است که آن را یک راه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان می‌دانند. در این منطقه بارها میان مرزبانها و قاچاقبران زد و خورد صورت گرفته است، ولی بازداشت و زخمی شدن کارمندان وزارت کارهای داخلی بی سابقه است. سرحد ناحیه شمس‌الدین شاهین با افغانستان از قطعه های دانسته می شود که نظارت آن سخت بوده، راه و پیراهه‌های دشوارگذری زیاد دارد. خب همطور که شما دیدید دوستان و هموطنان عزیز، در اینجا بسیار یک نقطه مهمی را ذکر کرده شده است که ما به این نقاط بسیار یک تحلیل جدی خواهیم کرد و این را بررسی میکنیم که چرا چون وضعیت ها رخ میتید و بین 2 نهاد قدرتی تاجیکستان زد خورد صورت میگیرد. 2 نهاد نظامی، این بسیار مهم است که در یک کشور 2 نهاد نظامی با هم درگیر شوند و او را به زخمی کردن پدپالکوونیک یعنی صورت بگیرد، یا که به مایار با کارمندی کمیته اولی باز معاونی اینجا کارمندی وکیلی به تفتیشات از اینجا چند نفر دیگر هم 2 نفر دیگر که یکیش به نظر معاون گنرال است یا اینکه پالکوونیک، خب یکش سرهنگ و یا پالکوونیک است، دیگریش اینش که اینش بود پالکوونیک است. شما ببینید اینا در نظام های رتبه های خیلی بلندی دارند. وقتی که در چنین رتبه های بلند زد خورد صورت میگیرد و اینها را میزنند، این خودش یک نشاندهی بسیار عمیق سیاسی در داخل وطن است. خب اینجا ما یک نقطه دیگه ببینید، کارمندای کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان در اینجا یک نقطه را اشاره کردن که این نقطه بسیار مهم و دقیق برای همه بینندگان و شنوندگان و مردم تاجیکستان است که اونها گفتن که اونها از روی قانون عملی کردن و هر نفری که از هر نهادی که میخواهد عملیات در مرز تاجیکستان بگذراند باید با گفتگو با کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان این کار انجام بدهد. و ما فکر کردیم که این اشخاص چیکار کردن؟ قاچاقبرن. نو بس از اونه که یعنی چندی پیش ما خبر یافتیم که بین قاچاقبران یعنی در همینجا چی میگذرد، یک ملاقات برگزار کرده می شود و قاچاقبران میخواهند که در همینجا یعنی مواد مخدره بگذرانند. ما نمیدونستیم که طرف دیگر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است، یعنی کسی که طرف قاچاقبر را حمایت میکند و مواد مخدره را از او میگیرد که وزارت کارهای داخلی پشت این میایستد. ما نمیدونستیم از این کار، از این حادثه نمیدونستیم. به همین خاطر ما وقتی که فهمیدیم این رفتیم زد و خورد کردیم و فهمیدیم که طرف دیگر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بوده است و حتی اگر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم باشد ما اجازه نمیدیم که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بدون اجازت ما در مرز چنین یک کارها را انجام بدهد. این نقطه بسیار نقطه مهم است و حتی
کارمندان کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان اشاره کردند که اونها قانونا رفتار کردند و هیچ گونه جوابگری برای اونها دیده نمیشد و در نهایت 2 نفر دیگه که بازداشت شدن تا امروز رها نشدند در کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان در دوشنبه دستگیر کرده و نگهداری کرده میشوند. ما در پخش مستقیم گذشته درباره سید مومین یتیم رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی و شاگردان او صحبت کردیم و اونها را اشاره کردیم که سید مومین یتیموف با اصطلاح بیشتری کارشناسان نفری روسیه است و نزدیک روسیه است که امکانی کارهای دیگرگونی در تاجیکستان را انجام دارد و حتی باعث شاید بشود که حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف اثر قدرت نابود کرده بشود، سرنگون کرده بشود. ما به این نقطه اشاره کردیم و بازم در مسائل مرزی در بخش مستقیم گذشته ها، اگر یادم نیست کدام بخش مستقیمش بود، ولی زیاد اشاره کردیم که در مرز تاجیکستان که با وابسته کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان است، بسیار در مخصوصا بین مرز افغانستان و تاجیکستان یک دولت از جانب روسیه تشکیل شده است به اسم دولت سیاه که اونجا فقط قاچاق و یا مواد مخدره داده و فروخته می شود و این نظارتش تنها به واسطه روسیه انجام می شود و تاجیکستان فقط چکار می کند؟ سفید کاری می کند در اینجا. یعنی ما در گذشته چنین معلومات ها داشتیم، حادثه هایی را داشتیم که در مرز تاجیکستان چندین نفرها زد و خور کرده شدند و اونا کشته شدند. یعنی بعدا حکومت تاجیکستان اومد اعلان کرد که در اینجا خب دیگه چندین نفرای با کارمندان فلان نهاد درگیر شدن، قاچاقبرا را کشتن یا فلان بسمدان شد، در حالی که این کار فقط مخصوصا روسیه در مرز تاجیکستان انجام می‌دهد و حتی حکومت تاجیکستان درک نمی‌یابد که در این جاها چی رخ می‌دهد و چرا چنین حادثه ها رخ می‌دهد و این حادثه در مرز تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان صورت می‌گیرد. یعنی تو حکومت تاجیکستان یگان معلومات از این نداره، فقط اینه که بعداً این اتفاق می‌افتد و از تاجیکستان حکومت‌ها فقط میان بعداً یک معلوماتی بر دروغی را برای ما و شما میرسونند که چند قاچاقبر در فلان جا به خاطر فلان چیز کشته شدند و او این رو حادثه را میبافن از ذهن خود و هر چی میخوان میگویند، در حالی که مواد مخدره از افغانستان به تاجیکستان فراوان آورده می شود و حکومت روسیه بدون یگان مشکلات در اینجا دست دارد و ما میبینیم که کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان باز در کمک با اونها چیکار میکنند؟ همه کارا رو میکنند. حالا نقطه مهمی جاست که ما میبینیم که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز در دست داشتن مواد مخدره میخواهد مثلا چیکار کنه؟ سهم داشته باشد. یعنی میخواهد سهم خود را از همین دولت سیاه بگیرد، یعنی قاچاقبری در مرز تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان انجام بدهد. به همین خاطر ما میبینیم که کارمندان وزارت کارهای داخلی شاید با دستور رمضان رحیمزاده باشد و شاید پایان‌تر از آن چیکار میکنند؟ میآیند و اینجا دخالت میکنند و میخوان مواد مخدره رو از اونجا بخرند و یا که به جای دیگه با سمت دیگه ببرند و یا اینکه کارهایی را که خودشون میخوان انجام بدهند. برای همین اینجا روبرو شدن با کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان که توسط روسیه انجام یعنی نگهداری کرده میشوند، محافظت کرده میشوند، سرمایه گذاری کرده میشوند و اونها اینها را در اونجا گذاشتن، روبرو میشن و اینجا ضد خورد صورت میگیرد و باعث میگردد که 2 نفر کارمندان وزارت کارهای داخلی دستگیر کرده شوند و 1 نفر دیگه‌اش زخمی کرده شود که عین حال در بیمارستان بستری است. از به گفته رادیو آزادی از پایش و از شکمش زخمی شده است، یعنی تیر خورده است. در چه حالت قرار داشتنش عین حال معلوم نیست، ولی امکان دارد که بازم هلاکت او امروز و فردا معین مشخص شود. یعنی در اینجا شروع می شود جنگ بین کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و ما مطمئن میشیم که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چقدر نفوذ دارد در اینجا و ما در روزهای نزدیک و میبینیم که آیا میتواند کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان با زور و توانایی که از روسیه میگیرد در مقابل حکومت امروزه تاجیکستان که وزارت کارهای داخلی را سرمایه گذاری میکند و پشتیبانی او است، با همدیگر بیستند و اینا در اینجا با یکدیگر چیکار خواهند کرد. این نکته رو ما در روزهای نزدیک معلوم خواهیم کرد و خواهیم فهمید که چه اتفاقی خواهد افتاد. ما اینجا بازم
وسیع‌تر، همین نقطه رو وسیع‌تر بخونیم. خب چند نقطه دیگه ایشه که در اینجا ما به سمت شما برسونیم. خب ببینید اینجا وقتی شما میخوانید میگن نیروهای مرزبان کمیته دولتی امنیتی تاجیکستان یک افسری وزارت کارهای داخلی رو در سرحد با افغانستان زخمی کرده و 2 کارمند دیگر آن نهاد را در نزد یک محفلگاه مواد مخدره بازداشت کردند. ببینید محفلگاه مواد مخدره در یک جای عادی نه. این کارمندان نوابسته از اونی که ماشینشون از جانب کارمندان کمیته دولت امنیتی ملی بازداشت کرده میشن، نگاه داشته میشود، اینها نمی ایستند. چرا نمی ایستند؟ چون نمیخواهند که اینها را به همون کارهای قاچاقی که مواد مخدره که انجام میدن دستگیر بکنن. یا در راه اونها را میپرتوین اون مواد مخدره دارن و یا اینکه کار دیگه. ولی به هر صورت حالا پشت این ماجرا بزرگتر از این کارهایی که ما در رسانه‌های مجازی میبینیم موجود است. شما فکر نکنید که حالا بیشتری جزئیاتی که در اینجا موجود است اینها را به دست رسانه‌ها میدهند و در اینجا میتواند چندین کارمند زیادی کارمندان کمیته دولتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باشد دستگیر شده باشند و یا اینکه شاید تقه داشته باشند به اصطلاح آزاد کرده شده باشند و یا هزارها ماشینی که در اونجا مواد مخدره کشونده و دیگر چیزهایی که از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان بازپس گرفته شدن و این نقاطی است که تا حال برای ما و شما همچون یک شهروند عادی و کسایی که رسانه ها را دنبال میکنیم یعنی گفته نمی شود. بازم اینجا نقطه مهمی است که اشاره کنیم که اونها در حالت خرید و فروش مواد مخدره دستگیر کرده شدن، یعنی در حالت دادن و گرفتن مواد مخدره. خب اینجا باز میخوانیم ماجرا میان کارمندان. خب روز 6 اپریل در نزد راهی ناحیه شاه منصور یک منبع نهاد تفتیشاتی رو تاجیکستان روز 10 به رادیو آزادی گفت که 3 کارمند رئیس مبارزه با مواد مخدره وزارت کارهای داخلی با هدفهای انجام عملیات در مرز افغانستان قرار داشتند و مرزبانان آنها را قاچاق گمون کرده به سویشان آتش کشیدند. شما ببینید اگر در اینجا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حتی با هر حالتی را که انجام ندهد، بازم اگرچه شاگردان سید مومن یتیموف وابسته هر یک کشور و نهادی که نباشند، بازم آگاه کردن اینها مهم است. به خاطر چی؟ به خاطر که مرز در دست همیناست و قانون در دیدگاه مرزی و در حمایه مرزی در دست کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی است و هر اتفاقی که بیفتد اونها پاسخگوی این سرحد هستند. به این خاطر یعنی بازم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باید در چنین حالتو خبر بکند وزارت کارهای داخلی را که وزارت کمیته امنیتی ملی تاجیکستان را که ما در فلان جا عملیات میگذاریم و شما میتوانید که فقط از دور مثلا نظارت کنید و به ما دخالت نکنید. این نقاط بسیار مهم است و امکان هم دارد که این نفرایی که در اونجا بودن و خود اینها بدون اجازه کسی شاید میخواستن کدام نرکمن یا کدام مافیای بزرگی را کمک برسانند و بارهای او را بگیرند بتن و پول کلان بگیرند. هر چیزی میتواند پشت این برنامه موجود باشد ولی ما بازم منتظر میشیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی همونطوری که ما عین حال میبینیم در اینجا کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با باز کردن تفنگ یعنی سلاح تیر پراندن زخمی کردن کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رو و اونها را گرفته به یک به بیمارستان و 2 دیگه‌اش به بازنشست به باز جای همون سیزای کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان به شهر دوشنبه را بردن و در اونجا تا حال در نزد اونها نگه داشته میشوند. معلوم نیست که در چه حالت و در چه جای قرار دارن، یعنی قیایی که براشون گفته میشه به شهر دوشنبه و کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان برده شدن. حالا ما میفهمیم که چی اونها را منتظر میشود. آیا اونها را باز میکنن نسبت چون پرونده باز میکنن زندان میکنن و آیا اینی که چیز دیگری میتواند موجود باشد که حتی شاید یک با
بهونه دیگه میاندازن که همونطوری که در اینجا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اینجا فقط اینه که یک اشتباهی شده است، اونها ما را همچون یک چی دیدن قاچاقبر احساس کردن و طرف موتیل خوری کردن. این را در هفته آینده بازم یک اخبار کوتاهی برای شما خواهیم داد و خواهیم فهمید که چرا این اتفاقی افتاد. همدیران و هموطنان عزیز، من این موضوع رو خاتمه میتیم، برمیگردم به موضوع بعدی که صحبت خواهیم کرد و موضوع دیگری ما موضوع مشکلات و تنش‌ها بین ایران و امریکاست. ما به این موضوع خیلی دقت میدیم و صحبت‌های طولانی خواهیم داشت، زیرا ایران یک کشور خیلی نزدیک به ماست و بارها به ما در ساحه اقتصادی کمک رسانده است و حتی در ساحه نظامی هم در زمانی که با قرقیزستان مشکل داشتیم، ما هم طوری که دیدیم ایران صدا بلند کرد و آماده بود که از ما حمایت کند، در صورتی که کشورهای ابوالقدرت به مانند ترکیه و دیگر کشورها به ما اگر مشکل ایجاد کنند و ایران آماده کمک است. به همین صورت ما مشکلات‌های جهانی که تأثیر می‌گذارد به تمام خاورمیانه و تاجیکستان که اقتصادی ما ضرر می‌بیند صحبت خواهیم کرد، زیرا پیشرفت ایران در ساحه اقتصادی به تاجیکستان امکانیت‌های خیلی فراوانی می‌دهد. امکانیت‌های اقتصادی ما نفت رو می‌تونیم با خیلی ارزانی از ایران بخریم و چندین چیزهای دیگه است که تاجیکستان می‌تواند یک برد قوی کند در ساحه تجاری از ایران در ارتباط با اونی که عین حال بین این دو کشور خیلی نزدیکی است و این امکانیت بیشتر می‌دهد که تاجیکستان یک پیشرفت اقتصادی داشته باشد. به همین خاطر ما به این موضوع میپردازیم و صحبت میکنیم و میبینیم که چرا این موضوع برای ما مهم است. حالا ما چند نکته رو در اینجا با چند سوال دنبال پاسخ میگردیم. اول، جریان مذاکرات تا کجا پیش رفته است و مانع‌های اساسی چیستند؟ این یک سوالی است که ما پاسخش را پیدا میکنیم. پاسخ دیگه که ما دنبال میگردیم این است که آیا امکان برگشت ایران با سازشنامه‌های هسته‌ای وجود دارد؟ چیزی که در گذشته صورت گرفته بود، یعنی ایران در سال 2015 بود اگر اشتباه نکنم به یک سازشنامه رسیده بود که و بعدا اون سازشنامه در دوران رئیس جمهوری دونالد ترامپ از بین برده شد و بازم به این نقطه پاسخ پیدا میکنیم. دوم، به این سوال پاسخ خواهیم پیدا کرد که امریکا با کدام فشارها میخواهد ایران رو مجبور کند که تمام امکانیت هایی که عین حال ایران برای هسته‌ای به دست آورده است آنها را به دست امریکا بدهد و یا که از بین ببرد. و سوال آخری که پاسخ پیدا میکنیم، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتواند از وضعیت همین مشکلاتی که به میان میاد تاثیر بگیرد؟ چه تاثیر میخواد داشت؟ چه تاثیری مثبت اگر که اینها با قرار بیاندی رسند و صلح بکنن و یا اینکه چه با یک تنش سخت‌تر برسند؟ با این پاسخ خواهیم پیدا کرد و بعداً برمیگردیم به موضوع بعدی. خب دوستان و هموطنان عزیز و گرامی قدر، ما برمیگردیم به مشکلاتی که عین حال وجود دارد، تنش‌ها بین ایران و امریکا. ما همونطور که دیدیم در هفته گذشته سوال‌های خیلی زیادی بود بین امریکا و ایران که اینها توسط کشورهای سوم گفتگو را آغاز کردن و مستقلانه مذاکره نمی‌کنند، بلکه توسط کشورهای سوم از جمله عربستان سعودی، عمان، یک قطر یک مشکلات یک گفتگوی را آغاز کردن و توسط این کشورها گفتگو میکنند و برای برقرار کردن صلح این منطقه ملاقات میکنند و سازش میکنند. بعدا ما دیدیم که در مصاحبه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اشاره کرد در حضور رسانه‌ها که با پرزیدنت صهیونیستا در برش نشسته بود، اشاره به اون کرد که ما با ایران در هفته پیش اومد ملاقات حضوری خواهیم داشت و گفتگوی مستقیم انجام میدیم. چیزی که بارها از جانب ایران تایید کرده شد که ملاقات غیر مستقیم است و توسط دیگر کشورها انجام می شود، ولی باز هم ما میبینیم که دونالد ترامپ این را انکار کرد و مستقلانه گفت که این گفتگو بین ایران و امریکا
مستقل است و هیچ نهاد دیگر و یا کشور دیگری در مابین نیست. چیزی که رسانه‌های ایران و نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی بارها تاکید کردن و باز هم در مخصوصا بعد از این گفتگوی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا زیاد تاکید کردن که با مفهومیت یا اینکه مخفی بودن جزئیات همین گفتگو و چیزی که قبلا اشاره کرده شد که باید اینها آشکار کردن نمیشدن، الکی ایالات متحده آمریکا پابند نیست و خودش نشان میدهد که این برای به دست آمدن یک صلح در خاورمیانه هیچ آماده نیست و مخصوصا با ایران صلح نمیخواهد بکند و از راههای غیر گفتگو و غیر یعنی صادق نیست در راهش، چون ایران بارها میخواسته است این ملاقات ها مخفی باشند و پشت پرده انجام داده شوند، چه توسط کشور سوم باشد چه مستقلانه باشد و تا زمانی به یک خلاصه آمدن این نکته آشکار کردن نشود. ولی ما دیدیم که رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ این نکته را آشکار کرد و حرف زد. این حرف به ایران خیلی ضربه سخت زد. ما میدونیم که ایرانی ها بارها و مخصوصا رهبر ایران سید علی بارها این چیز را اشاره کرد که ما با امریکا هیچ گفتگویی نمی کنیم و گفتگو با امریکا و مخصوصا با رئیس جمهوری امروزه دونالد ترامپ غیر امکان است و با صداقت او اعتماد باور ندارد و هیچ وقت با همین نهاد گفتگو نمی کند. این حرف با ایران و با ایمیج ایران ضربه سختی میزند وقتی که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران با ما گفتگو دارد و مستقلانه ما با ایران در باره هسته‌ای و از بین بردن هسته‌ای ایران گفتگو میکنیم، چیزی که بارها همطوری گفتم از جانب ایران رد کرده شد و این حرفی که ترامپ زد به حرفایی که رهبر ایران زد در تضاد است و این ایمیجی جمهوری اسلامی را در خاورمیانه پایان میبرد، از جمله گروه‌های نظامی که زیر نظارت جمهوری اسلامی ایران هستند، چی در لبنان چی در عراق و چی در امروزه مصر، اگر که بیشتری از آنها از بین برده شدند ولی باز هم نهادهای نظامی مخصوص ایران در کشورهای عربی دارد که از اینها برای یمن برای کشورهایی که تهدیدش میکنن استفاده میکند. برای همین اینجا اون گروه ها بعد از اونه که با امریکا یعنی جنگ را اعلام کردن و به واسطه با امریکا جنگ میکنن، یعنی جنگ با اسرائیل جنگ با امریکا است، چون اسرائیل یک دولتی گماشته شده از جانب امریکا در آسیا است و مخصوصا در نزد دولت‌های عربی و از او برای تمام تهدیدها استفاده میکند. همونطور که دیدیم چند روز پیش خودی دونالد ترامپ اشاره کرد که اگر ما بخوایم یک حمله نظامی به ایران داشته باشیم مخصوصا از اسرائیل استفاده میکنیم و توسط این کشور به ایران چیکار میکنیم؟ به ایران حمله میکنیم، یعنی توسط همین کشور اسرائیل. و خود نتانیاهو رئیس همین صهیونیستا اشاره کرد به این نقطه که اونا آماده هستند و بازم پافشاری کرد که یک برخورد نظامی علیه ایران صورت بگیرد در صورتی که ایران آماده گفتگوی از بین بردن هسته‌ایش نباشد. من فکر چندین کارشناسان را در این مسئله گرفتم، صحبت علیحده هم داشتیم، اگرچه من می‌خواستم در برنامه مهمون دعوت کنم چون یک موضوع خیلی خاصی است ولی موفق نشدیم چون زیادی از مهمونانی که بدن وقت نداشتن یا اینکه تلفن‌های خود را نتونستن در همین روز پاسخ بدن. من کوشش میکنم که در این موضوع یک برنامه مفصل داشته باشیم و کارشناسان تا اینکه بتونیم بیشتر تحلیل بکنیم و حالا فکر نظری خودم را و یا اینکه فکر نظری کسایی را که من گرفتم به اونها در اینجا به شما میرسونیم. زیادی کارمندان و کارشناسان به این نظرن که تهدید علیه ایران و از بین بردن هسته‌ای ایران امکان پذیر است ولی خیلی سخت است، چون ایران در عوض از بین بردن
هسته‌ای خود، یعنی همون موادهای خیمیایی که به اتمی بمب بردن میرساند، از بین بردن این چیزهاش تقاضا دارد یک وعده کاملی از جانب امریکا در روی کاغذ برایش داده شود که هیچ تحریم علیه ایران انجام دادن نمی شود و هیچ دخالت در داخل ایران کردن نمی شود از جانب ایالات متحده آمریکا. و چیزی که امریکا هیچ وقت با این رضا نمی شود. اگر ما موقع ایران رو نگاه کنیم، ایران بارها، یعنی در گذشته یک بار با این دستیاب شد، یعنی دستیاب که از هسته‌ای، از برنامه اتمی بمب خود دست میکشد، یعنی که هسته‌ای خود دست میکشد و با همون بازار آزادی که امریکا دارد به او بازار راه مییابد و نفت خود را میتواند به تمام دولت‌های غربی و کشورهای مبادله کشورها بفروشد و اقتصاد خود را از این طریق پیش برود. ببخشید دوستان، من یک لحظه برمیگردم. ببخشید دوستان، خیلی عذر میپرسیم چون یک نفر اومد مهمان و حتما باید در مهمون رو باز میکردیم چون همونطور که میدونید مشکلات وجود دارد. خب شروع میکنیم بازم به صحبت. یعنی در گذشته ایران با چنین حالت‌ها دست یافته بود که سازشنامه امضا کرده شده بود که ایران به بازار آزاد برمیگرده و تمام تحریم ها از روی ایران برداشته میشن. اگرچه کامل تحریم ها برداشته نشده بودند ولی خیلی تحریم های برداشته شد و ایران میتوانست در همون بازار آزاد اقتصاد خود را خیلی بالا ببرد، پیش ببرد و این یک راهی مثبت برای آینده ایران بود. ولی همونطوری که شما دیدید با سر قدرت آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، این سازشنامه از بین کاملا رفت و ایران بازم از این سازشنامه بیرون برآمد و شروع کرد بازم به همون برنامه‌ای که قبلا میگذشت میرفت. از این خاطر این نقطه از جانب ایران، از دید ایرانی ها موجود است که ایران هیچ وقت با امریکا اعتماد باور نمیکنه، زیرا در امریکا دو حزب سیاسی قوی وجود دارد که هر یک کدومش دیدی خود را در جهان دارد، یعنی حزب دموکرات ها و جمهوری ها، و این دموکرات هاش یک دیدی دیگری برای جهان میبیند و جمهوری هاش یک دیدی دیگری برای جهان میبیند و هر کدومش که به سر قدرت بیاد از دیدی خود جهان اداره میکند. یعنی اگر که مثلا جمهوری ها اومدن با دیگر طریق جهان اداره میکنن، نمیخواهند که مثلا ایران در فلان نقطه باشد یا یک جنگ باشد یا اینکه ایران کاملا از روی زمین برده شد و یا کاملا زیر نظارت دولت آمریکا باشد و یا اینکه اون دموکرات خواهش اومدن اوناش از دیگر طریق میخواهند که مثلا ایران حد امکان به همون پابندی که مثلا هسته‌ایش از بین برود و در یک بازار آزاد که اون بازار آزاد هم خیلی زیر نظارت امریکا هست، در اون بازار همون طریق کلید ایران رو نگاه بدارن، آسته آسته بکشونن، پیشش ببرن. این دیدی امریکایی است و ایران این چیز رو میداند و به این اعتماد ندارد و همین خاطر یعنی باوری نکردن به سیستم امریکایی، نه مثلا تنها با سیستم مثلا پرزیدنتی که اصلا یک پرزیدنت امریکا، بلکه دیدگاه امریکا میتواند هر زمان تغییر بیاورد. اگر دموکرات ها اومدن تغییر مییابد یا اینکه جمهوری ها اومدن تغییر مییابد. این مسئله تنها به مسئله سیاست ایران است، چون به مسئله سیاست های دیگر امریکا میتواند متفاوت باشد، یعنی هر یک حزبش یک دید داشته باشه، یک دید یک خیله داشته باشه. مثلا در بعض حالات ها یک دید دارن، مثلا هر ده حزبای امریکایی در یک خیلی حالات ها دید دارن، چیزی که بسیار سیاست را پیچیده میکند و همین در مقابل سیاست های امروزه ایران واقعا این سیاست امروزه امریکا یک سیاست پیچیده است، چون هر حزبی که به سر قدرت بیاد دیدی خود دارد و او دیدی اون حزب ضرر میرساند به مشکلات جهانی و مخصوصا به مشکلات ایران که ایران یک کشور امروز بزرگی در آسیا است و واقعا میتواند تأثیر بگذارد، تأثیر خیلی عمیق داشته باشد. به همین خاطر ایرانی‌ها با این باور ندارن. حالا امریکا با ایرانی‌ها نیز باور ندارد، چون امریکا در گذشته توانست با اندازه ضربه سخت بزنند با
همون هسته‌ای ایران و کوشش کند که کاملا با هر طریق با طریق وارد کردن موادهای ضررآور که اون از بین برود، با طریق کشتن مثلا دانشمندان ایرانی که دانشی هسته‌ای داشتند و میتونستن این رو بسازن و با چندین طریق ها این کار رو انجام داد، ولی باز هم مطمئن نبود که کل اینا رو از بین برده می شود، زیرا بعد از اونی که ترامپ آمد و این هسته‌ای از بین رفت، چون ایران کاملا نظارت داخلی را در عهده امریکا نگذاشت. امریکا میخواهد که کاملا یعنی برایش از بین بردن کامل موادهای هسته‌ای ایران در دست بیاورد که تمام نظارت از بین بردن آنها را نیز نظارت کند و نگذارد که یگان نقطه از بین برده شود. ولی بیشتر کارشناسان به این نظرند که امریکا هیچ گونه نائل به این نمیگردد و خودشان به این نقطه باید برسد که می شود مثلا امریکا نظارت کند هسته‌ای را از بین ببرد. این برای یک وقتی نامعینی هست که همون چیزهایی که ایران تا امروز تشکیل کرده برای برقرار کردن هم اتمی بمب و یک هسته‌ای، این میتواند از بین برده شود، ولی این موقتی است و نامعین، یک وقتی نامعین است، زیرا علمی سازشی هسته‌ای یا اینکه اتمی بمب الکی در ایران موجود است. یعنی دانشمندان ایرانی الکی میتونن چنین یک بمبی یا بمب هسته‌ای رو بسازن، یعنی دانش رو نمیشود از بین برد. این نقطه بسیار ضربه سخت مثلا به چی میزند؟ به منفعت امریکا که امریکا میخواهد کاملا از بین ببرد، ولی دانشی کامل ایرانی ها رو از بین برده نمیتواند. این چیزی که امکان دارد که هر زمانی که اگر از موافقه بیرون شوند، باز ایرانی ها چیکار میکنند؟ این باره باز میتوانند همین چیزی که ساختن باز این باره از نو بسازن. این چیزی است که ایرانی ها بسیار یعنی پیشروی دارن، اما به هر حالت امریکا بازم از هر طریقی میخواهد به ایران فشار بیارد. فشارهای زیاد امریکا دارد که میتواند به ایران بیارد. مثلا اگر ما مثال بگیریم، طلبی که وجود است، یعنی طلبهای زیادی که امریکا وجود دارد میتواند تاثیر بگذارد. این اقتصاد است از همه دیدش. دیوم دیدی جنگ اطلاعاتی است. سوم جنگ نظامی است که طریق اسرائیل و دولت‌های عربی میتواند داشته باشد و چندین نقطه دیگه است که میتواند تاثیر بگذارد. ما دیدیم که در چند گذشته تنش‌ها بین ایران و اسرائیل خیلی بزرگ بود. مثلا ایران چندین بار به اسرائیل حمله کرد و اسرائیل چندین بار در داخل ایران حمله کرد. مثلا یک بار ایران بمباران کرد و در داخل ایران مثلا توانست راهبر حماس در داخل ایران به قتل برسانه و حتی توانست یکی از نفرهای مهمی دانشمند ایرانی که علمی هسته‌ای داشت و تأثیر خیلی بزرگ داشت در داخل ایران، او را به قتل برسانه. و این خیلی چیزهایی است که یعنی تأثیر میگذارد، یعنی تهدید میکند امریکا به ایران. یعنی تهدیدهای خیلی زیادی دارد که میتواند از طریق یک جنگ بزرگ اشکار کند سر راه ایران را بگیرد. به همین خاطر این یک تهدیدی است. تهدید دومی تهدید اقتصادی است که باز هم در برابر اینه که ایران امروز خیلی تحریم‌های زیادی دارد، باز هم میتواند تحریم‌های دیگری را علاوه کنند که این تحریم‌ها میان اقتصاد ایران رو باز هم شکسته میکند، وضعیت مردم ایران رو بدتر میکند که این وضعیت بدتری مردم باعث میگردد که ما در گذشته دیدیم وقتی وضعیت داخلی ایران بد شد هزارها مردم به میدان برآوردند. ما میدان‌های مثلا که زن آزادی و یک جمله دارن استفاده میکنند بعد از مهسا امینی، یک از دخترای که به خاطر حجابش یا که حجابش کمک گرفته شد بردن دستگیرش کرده و اون به هلاکت رسید در اداره پلیس و این باعث کرد که مردم به میدان ها برویند، نارضایتی زیاد شود. تقریبا به یک انقلاب نزدیک بود که بازم حکومت ایران تلاش کرد این را به خطر کند. ولی به هر صورت
چنین تهدیدها باز هم زیاد است که اگر که امریکا یعنی یکی از تهدیدهاش اقتصاد ایران را ضعیفتر میکند، کاملا تحریم ها را زیاد میکند که مردم ایران خودش دیگر چیکار میکنن؟ دشمنی همین حکومت خودش میشن، برمیخیزن و همین حکومت را چیکار میکنن؟ از بین میبرن. چیزی که حکومت جمهوری اسلامی ایران امروز این را نمیخواهد و میخواهد که سری راهی چنین ها را بگیره. این تهدید. تهدید سوم این دولت‌های عربی و همین اطراف است که اینها را یک تهدید خیلی عمیق هستند. ما در گذشته یادمون هست که حتی صدام حسین وقتی قدرت داشت به ایران حمله کرد، یک جنگ 5 ساله بین اینها صورت گرفت و اون جنگ ها خیلی جنگی بزرگی بود و از هر دو طرف تلفات‌های خیلی زیادی شد و این جنگ با اقتصاد ایران و با اقتصاد عراق خیلی سخت ضربه زد و چون این جنگ ها امکانش موجود است، چون تمام دولت های عربی از جانب امریکا سرمایه گذاری میشن، از جانب امریکا پشتیبانی کرده میشوند و این یک خطری است که به ایران تهدید میکنند در صورت فشاری که میتواند علیه ایران داشته باشد. خب این نقطه بود که ما در اینجا ذکر کردیم. حالا من چند نقطه دیگر رو در اینجا من میخوام برای شما برسونم که ایران چی تهدید میتواند بکند. یعنی امریکا تهدیدهاش معین مشخصن، اما ایران چه تهدیدی میتواند بکند؟ یعنی ایران در یک حالت سختی قرار دارد. آیا چون این تهدیدهایی را که امریکا دارد، ایران هم چون این یک فشنگ ها را دست خود دارد که علیه امریکا بیستد و امریکا را بیارد سر میز مذاکره بشناند، یا اینکه در سر میز مذاکره در دستش یک چیزی مثبتی داشته باشد که بیاد اگر تو مذاکره نکنی من آماده فلان کار را بکنم. البته ایران نباید یک نقطه رو فراموش کرد که یک کشوری تاریخی است، تاریخ خیلی عمیقی دارد، مثل ژاپن و ویتنام نیست که مثلا امریکا بیاید و مثلا یک بمب هسته‌ای را برای ایران بدوزد و ایران کاملا از بین برود و این خلاص. نه، ایران این کشور نیست و در ایران 80 میلیون اهالی زندگی میکند که یک بمب وارد کردن به ایرانی که در یک پایتختش 10-14 میلیون زندگی میکند، خیلی اهالیش زیاد است، امکان ندارد و دیدی تاریخی ایران و جایگاهی تاریخی ایران این امکان را به خود امریکا حتی نمیتید که چون این یک جنگی را به امریکا صورت بگیرد. این یک چیزی مثبت ایران است که جنگ احتمالی یعنی جنگ نظامی امریکا با ایران خیلی کم است. امکان دارد توسط اسرائیل یک درگیری ها موجود باشد، ضد خوردهای کوچک انجام شود، ولی اون اتمی بمب و اینکه چیزایی که در ویتنام صورت گرفت، در ژاپن صورت گرفت، این چیزها در ایران غیر امکان است. احتمال جنگ چون این یک جنگ خیلی قویه خیلی کم دیده میشد. این یک نفوذ ایرانی هاست و این چیز را میشه جایگاه تاریخی ایران رو در نظر گرفت که ایران هیچ امکانی نمیتید که چون این حالت ها صورت بگیرد، چون از دیدی ژئوپلیتیکی یک خطر خیلی بزرگ میشد، فاجعه میشود که امریکا در حالتی که به دست آورد، یعنی در غزه الان ما دیدیم که زیاد جهان امروزه یک چهره از منفور از امریکا دیدن. این چهره خیلی بد کرد چهره امریکا را در حالت اتفاقی غزه، یعنی اسرائیل را تمام کمک ها را کرد که 2 میلیون مسلمانی که در غزه هستند بمباران کرده شوند و اونها کشته شوند، کودک‌ها به سرسامان کرده شوند. این یک نفوذ جهانی که امریکا از خودش یک ادعای حقوق بشر و این کارا را میکرد، این ایمیج رو پایان ببرد و اگر در صورت ایران هم چون یک کار را انجام دهد، این کار چیکار میکند؟ کاملا به ایمیج امریکا کاملا ضربه سخت میزند و این خیلی میتواند تأثیری منفی داشته باشد. از این دیدگاه ایرانی‌ها در اینجا یک فشنگ دارن، این را میتونن استفاده کنن. فشنگ دیگری که ایرانی‌ها در این مذاکرات دارن این نیروهای نظامی که در کشورهای زیر نظارت خود دارن، همونطوری که گفتیم در عراق، یمن، لیبیا و این لبنان و در این کشورهایی که در سوریه هم حتی در جایهای دارن و این نقطه میتواند وجود داشته باشه، این تهدید میتواند وجود داشته باشد که از طریق این نهادهای نظامی که ایران علیه در کشورهای عربی جای کرده است میتواند به منفعت امریکا تهدید کند. نه تنها مثال میگیریم عراق که کاملا یک دولت مستقل که حتی ایران تهدید میکرد و حتی به ایران حمله کرد،
امروز زیر نفوذ ایران قرار گرفته است و تمام کسانی که در دولت عراق امروز در سر قدرت نشستند و نهادهای نظامی زیر نفوذ ایران قرار دارند. یعنی این تهدید علیه وجود است. یعنی عراقی که با نفوذ بود و سیاست قوی داشت امروز کاملا زیر نظارت ایران است و ایران او را اداره میکنه. همین طریق لبنان که عین حال تمام تلاش ها را دارد که از زیر نفوذ ایران بیرون بروید. امریکا در این وسط خیلی کمک میکنه توسط دولت های عربی. ما دیدیم که در رئیس جمهوری انتخاب کردن، با پارلمان لرکه رئیس جدید هم انتخاب کردن و حزب الله را تقریبا از میدان بیرون کرده ایستادن و کوشش دارن که نفوذ ایران رو در این منطقه یعنی در داخل لبنان کمتر کنن، ولی بازم نفوذ ایران در لبنان خیلی قوی است و از بین بردن چنین یک نفوذ امکان پذیر نیست. فکر کنم که خیلی سخته که در یک سالهای اخیر بتواند امریکا این نفوذ رو از بین ببرد تا زمانی که با سازش به ایران نرسد. و نقطه دیگر این لبنان چی است؟ یمن است که یمن همونطور که ما میدونیم بازم به دو منطقه به مانند لبنان تقسیم است و اون جایی که حوثی ها که نفرای ایران هستند و اینها واقعا یک تعدید بزرگی ما میبینیم که برو به منافع امریکا، یعنی که اسرائیل حمله میکنن، موشک روی میکنن، تمام کشتی هایی که در اونجا نفت میبرن و هزارها کمک میرسانند به اسرائیل اونها را از بین میبرن و سر راه این منفعت های گلوبالی که امریکا در جهان داره نزد اینها را میگیرن. یعنی این یعنی دریای سرخ یمن میتواند ببندد، سر راه منفعت امریکا را بگیرد و هزارها کار دیگری که ایران میتواند تهدید بکند. این تهدیدها یعنی از سه کشور ما دیدیم که تهدید سوریه که دست ایران بود، بشار اسد، ما دیدیم که از بین تقریبا رفت. این حال جولانی که به سر قدرت اومده است آدمی ترکیه است و ترکیه آدمی امریکاست و از این جانب تهدیدهای که ایران بتواند از این طریق سوریه استفاده کند کمتر شده است. یعنی این را توانستن خونسا کنن، یعنی آدمای با نفوذ ایران در سوریه تقریبا یعنی کاملا از بین برده نشدن ولی احتمالاً از بین برده شدن. به همین خاطر یعنی این تهدید شلکه از بین رفتن، ولی سه چهار جایهایی که نظامی ها دارد و نفرهای نیابتی دارد اینها میتونن یک تهدیدی برای امریکا باشد. از این طریق می شود گفت که امریکا از این تهدیدها میترسد، نه اینکه اینا را همین طور میبینن دیگه اینا رو کاملا از بین میبرم. این سخت است چون این یک نیازهای قوی که ایران در سالها ساخته است از بین ببرد. این تهدیدهای ایران علیه امریکاست که در این نشست‌ها کوشش میکنند که بالای این گفتگو کنند که اگر امریکا سر میز نشیند و با این گفتگوی ایران یعنی صلح نکند و ایران رو در بازار جهانی جای ندهد، ایران بازم همین کارهایی را که تا امروز انجام داد انجام میدهد و به منافع امریکا چیکار میکنه؟ ضربه میزند و دخالت میکند در جهان. این چندین نقطه ای است که بسیار برای تمام بینندگان ما مهم است که بدانند این چیز رو. پس ما به این خلاصه میرسیم که سیاست امروز پیچیده است و هم در یک ما اسمی برنامه را گذاشتیم جهان و جنگ های نو. جنگ ها واقعا آغاز یافتگی هست. این جنگ مرحله تا مرحله دارد. شروع جنگ اطلاعاتی، جنگ دیپلماتی، بعدا جنگ می شود جنگ مثلا نظامی، یعنی آغاز، یعنی شروع جنگ ها آغاز شده است. جنگ اطلاعاتی را ما دیدیم که سالها رفته ایستاده است و جنگ دیپلماتی عینی حال آغاز شده است و این جنگ های دیپلماتی شاید تو اندازه ادامه یابند، بعداً برمیگردن با اون نقطه جنگ اصلی که موجود است، یا اینه که به صلح میرسن و یا اینکه به جنگ نظامی آورده میرساند که عاقبت به کشور ما و منفعت ما ضرر میرساند. حالا ما برمیگردیم به منفعت و منفی و مثبت بودن همین گفتگو. آیا اگر اینها به نتیجه برسن چی کارهای مثبت دارد و اگر به نتیجه نرسن چی کارهای منفی دارد، مخصوصا از دید یک تاجیکستانی و برای تاجیکستان این چی و برای جهان این چی ضررها دارد و چی فایده ها دارد. ما میگردیم از دید مثبت شود صحبت کنیم، چون ما باید مثبت فکر کنیم و امیدواریم که این گفتگو روی حل خودش را پیدا میکند و به یک کاری مثبتی میان میرسند. اگر ایران با امریکا سازش کند، جنگ های تقریبا
در دولت‌های عربی که هستند از بین میروند و کاملا صلح به میان میآید و امکان دارد که حتی کاملا این دولت امروزه فلسطین از بین برده شود و چون سرپناه امروزه کشور فلسطین این ایران است و اگر که ایرانی ها صلح بکنن کاملا امکان دارد که فلسطین کاملا دستی امریکایی ها قرار بگیرد، دست اسرائیلی ها که آدمای امریکا هستند و این چنین در دولت های عربی در لبنان، یمن و این کشورها باز هم یک حکومتی که بدون اختلافات باشد در گذشته و زیر نظارت امریکا به میان می آید و همین طریق ادامه میکند و مشکلاتی این کشورها تا اندازه راه حل خودش را پیدا میکند. ولی یادآور میشن که این همون راه غلامی که در گذشته، یعنی یک کشور زیر نظارت یک کشور دیگر ادامه پیدا میکند، ولی به هر صورت جنگ از بین برده می شود. و در دیدگاه اقتصادی ما مطمئن میشیم که تاجیکستان یک نفوذ خیلی زیادی پیدا میکند در مخصوصا در کشورهای همسایه، به خاطری که ایران با تاجیکستان یک ارتباط خیلی نزدیک دارد و نفت ایران و دیگر سرمایه ایران که بسیار غنی است و میتواند به تاجیکستان بسیار یک کمک قوی بگرداند و علاوه بر این در ایران جای کار بیشتر می شود و مردم ما از طریقی که مهاجرت مهنتی دارند میتوانند به ایران بروند و در ایران کارها بیشتر و بیشتر می شود و پول ایران و جایگاه ایران میتواند جای خود را پیدا کند که تاجیک‌ها میتوانند از روسیه در ایران همچون یک جای خود قرار بدهند، چون زبان یک، فرهنگ یک و میتوانند از این طریق یک اقتصاد خود را پیشتر ببرند. ولی از همه مهمش این مسئله داخل وطن است که داخل وطن ما از کاری مثبت شدن، یعنی از صلح شدن بین امریکا و ایران و به سازش رسیدن بسیار سود میکند و میتواند از نفت ایران خریداری کند، میتواند از دیگر بایگانی ایران خریداری کند که این چند برابر برای ما ارزانتر است از اونی که ما عین حال از دیگر کشورها میخریم. این چیز برای ما خیلی کار مثبت است. خب برای ایرانی ها هم این یک مثبت است، چون ایرانی ها دوم باره میتونن زندگی خود را، اون زندگی که سالها داشتن میتونن دوم باره برقرار کنند و اقتصاد خود را دوم باره بسازن، زندگی خود را دوم باره برقرار بکنن. ما یادآور میشیم که ایران در گذشته 10 برابر دولت‌های عربی پیشرفت داشت و ایرانی قوی بود از دیدگاه نظامی، از دیدگاه اقتصادی و عین حال متاسفانه ایران رو ما میبینیم که از دیدگاه اقتصادی در برابر دولت‌های عربی حتی نزدیک دولت‌های عربی نیست، در حالی که من با یک از برادران ایرانی صحبت میکردم که بیشتری بعضی از نزدیکانش کوچ بستند به دولت‌های عربی. او گفت که وقتی که اولادای ما کوچ میبستند دولت‌های عربی، دولت‌های عربی زندگیشون 10 برابر ایران پستر بود، ایران زندگیش قوی تر بود اون زمان. عین حال ایران چکار کرده است؟ پایانتر رفته است از زندگی اقتصادی از اون دولت‌های عربی که ایران 10 برابر بالای او بود. یعنی اقتصاد ایران بسیار اقتصاد قوی بود و مردمش در یک وضعیت خوبی نظر به عین حال نظر به عرب‌ها زندگی می‌کردند. ولی حاضر می‌بینیم که این حالت بدتر شده است و اگر که دوم باره به یک نقطه بیان برسن و سازش کنند، امکان دارد که ایران دوم باره برای برقرار کردن اقتصاد خود آغاز می‌کند و نفت ایران دوم باره به اروپا و دیگر کشورها شروع می‌شود و از دریافت مالیاتی که ایران پیدا می‌کند می‌تواند دوم باره رفاه مردمش را برقرار بکند. برادرایی که می‌خواهید پیوست شوید، برادرای عزیز و هموطنان عزیز، من لینک برنامه را عین حال گذاشتم و استودیو ببخشید که بسته بود و من نو عین حال دیدم که استودیو ما بسته بود. من نو ایرا باز کردم، دیگه بورا از نو خارج شین، از نو داخل شین. من استودیو را باز کردم، میتونیم با استودیو پیوست شین و صحبت کنیم. نه من دیگه بورا بازم برای شما لینک برنامه را گذاشتم، برنامه بچه‌ها، و همچنان در زیر در فیسبوک نیست ولی در یوتیوب هست و شما میتونید در یوتیوب وارد شید و همین لینک برنامه را زوجا پیدا کنید و پیوست شین برادر. خب این بود نقطه ای که برای از دید مثبت بسیار برای ایرانی ها و امریکا نیز کمک میکنه. برای امریکا چی کمک میکنه؟ همونطوری که گفتیم برای امریکا از دید یعنی در جهان، برای امریکا یک جهانی در کار است که او زیر نظارت امریکا باشد و مخصوصا هسته‌ای یا اینکه اتمی بمب باید زیر نظارت امریکا باشد و هیچ
کشوری از زیر برنامه امریکا نبراید. به همین خاطر امریکا میخواهد که این نقطه رو در نظر بگیرد و ایران رو کاملا مخصوصا برنامه هسته‌ایش از زیر نظارت خود داشته باشد و به همین طریق بتواند عراق و یمن و لبنان رو بازم دو این بار زیر نظارت خودش بگرداند و اسرائیل که یک چیزی نیابتی امریکا در منطقه است و او را نفوذش رو بیشتر بکند و کشور فلسطین و غزه کاملا از بین برده شوند و امریکا در اینجا همطوری که پیش جهان رو اداره میکند این بار جهان رو اداره کند و هیچ مشکلات سری راه امریکا رو در این کشورها نگیرد و این از دیدگاه امریکا برای امریکا مثبت است. حالا میگذاریم مسئله منفیش و مسئله منفیش بسیار بزرگ است و این میتواند به جنگ سوم جهانی برده رساند. به همین خاطر جنگ ما اگر یک گفتگوی خوبی نداشته باشیم باز هم در قدم اول جنگ اطلاعاتی قوی تری در مقابل ایران خواهیم دید. این یک نقطه است. نقطه دوم جنگ اقتصادی خواهیم دید که تحریم های به حد سنگین‌تر در نسبت ایران جاری میکنند که این میان اقتصاد ایران را باز هم میشکند و وضعیت ایران را بدتر میکند و حالت مردم ایران باز هم پستر و پستر میشود. من از دیدگاه اقتصادی و نظر اقتصادی را میگم که بسیار وضعیتشون بد میشود. و در آخر این جنگ نیابتی که در دولت‌های عربی وجود دارد بین ایران و امریکا و این بزرگتر میشود، یعنی امکان دارد حتی با یک جنگی که بین اسرائیل و ایران مستقیما صورت بگیرد. همونطور که گفتیم امریکا مستقیما حمله نمیکند چون نمیخواهد چهره خود را در اینجا بدتر بسازد، اون رو توسط اسرائیل میکند و این امکان دارد که یک جنگ بین اسرائیل و بین ایران صورت بگیرد که این جنگ به جنگ سوم جهان آورده میرساند، زیرا هر کشوری ما میدونیم که در دولت‌های عربی فکر نظر خودش را دارد و در اینجا روسیه میتواند دخالت کند یا اون کشورها را زیر نظارت خود بگیرد و دیگر کشورها را میتواند در اینجا چکار کند، کوشش دخالت کند که این میتواند به جنگ سوم جهانی برده رساند. اگرچه روسیه بار اخیر یکی از نمایندگان نظامیش در یک مصاحبهش گفت که اگر امریکا با ایران حمله کند این توافق نامه‌هایی که نظامی بین ایران و روسیه صورت گرفته است بازم ما ایران را کمک نمیکنیم و در این جنگو دخالت نمیکنیم. یعنی این نقطه را روسیه زد ولی ما مطمئن نیستیم که این نقطه دویم عملی می شود و پوبند این نقطه روسیه میموند یا نمیدوند، ولی ما در گذشته دیدیم که روسیه در اون قدر پشت ایران نیست و واقعا میتواند هر لحظه پشت ایران رو خالی بگذارد و چون ایران اگرچه با اندازه با روسیه از دیدگاه نظامی خیلی دیدی نزدیک دارند و با هم زیاد کار میکنند ولی بازم ایرانی ها منفعت روسیه را تهدید میکنند. ما هم تاریک میدونیم قسمتی از ترکمنستان زمین ایران بود و تاجیکستان این طریق بازم میدونیم که منفعت ایران نیز هست و از این طریق میتواند این چیزا ضربه به منفعت روسیه بزند که روسیه را هم یک ضعف بودن یا یک ضعیف بودن ایران رو بخواد، از این طریق میتواند ضربه بزند. خب برادر عبدالخلیل سلام علیکم. و علیکم السلام برادر عزیز. من اگر راستش درباره بین المللش نمیتونم یگان چی گفته برای که معلومات ندارم، نه که برای چیزی که در سرحد ما میگذره امروز ها من همین خرشه میدونم که این حکومت ما به یگان نفر بگیم که باوری نداره. خب بگیم که کارمندانی همین یک حکومت میگیرن اینش وایش میپرونن. اینا بست فکر بکنه که این یک کاری مونوپولیا، یک کاری است که تنها به جیب یک نفر است. یک نفر اومده است بگیم که خبر یافته است که همونجا کار غیر قانونی میشود، بعد بگیم که مرزبان میخیزد شما که مرزبانو که نمیتونه بگیم که نگه کرده مرز یک نفر وقتی که یک میخواه که یگان عملیات بگذرونه شما میخیزه تیر میپرونه. متاسفانه در دولت ما همه خیلی شیرگیه که کسی که اگر او کارمند است او کارمند نیست چیزی که هست نیست اگر ببینن که یگان کار میکنه در و سرش تیر میکشوین. چند نفرها بگیم که زخمی شدن و
بگم که به بالنیس‌ها انتقال داده شدن. برای همین خاطر باید ما یک کاری بکنیم که همین خیلی تیرپرانی ها نشود در حکومت آینده. یک نفر بخواد که یگان کار بکنه، یگان عملیات بگذرونه، باید که یکم اگر بگذار که تروریست ها هم باشن، باید اونا بگیم که قپیده شوند و بازداشت شوند و پرسیده شوند چی گپ است. اینو اگر بگن که سلا بیاره، این کارگرای حکومت ما در کلا را میگیرن میارن. شما بین خطان میزنی، شما بین یگان کسی دیگر نه، این خبر نشر میشود. هزار ملت های دیگر بگیم که امروز فونکسیوهای بگیم که همون رادیو آزادی هم عادی شدگی دیگر، همون به کدام زبانی که بخوای در زیر همون بگیم که نوشتگی مجقی و همون کدام زبانی خوای و همون زبان تر بگیم که ترجمه میکنه، میگه که چی گفتن اینجا بگن که دل ساختار تاجیکستان اینش باوش بگیم که پرون کرده است. این خیلی حکومت هایی که شما بین خطان میزنید. این یک شرمندگی است. باید این خبر نشر نمیشید. من نمیدونم که تا گیجا شما این چیزا اجازه داده که بگیم که رادیو آزادی این چیزا نشر کرد. این چیزا باید مخفی بمونه. این اشتباه است. این باید این خیلی چیزا باید نشر نشوند. این دیگه ملت ها چی میگن برای ملت تاجیکی؟ امروز دیگه ملت تاجیک یگان کار دیگه نیافته، بین خچان بگیم که دست به گریبان میشوند. من همین قبل گفتنیم که مردم شریف تاجیک باید ما کار بکنیم که بگیم که این رژیم ایواز بکنیم، یک نظامی خوب بیاریم که مردم بتونن سخنی خودشا گفته، کاری خودشا کرده. مثال برای بگیم که یگان کار تر کشته نشه، اگر چی کاری میکنی باید تر بپرسن که تو اون کار برای چی کردی، پسون یگان گپ بشوه. این خیلی نه که اگر یگان نفر دیده در بگیم که لوی مرز، من شاهد هستم که از جای ما چند نفر محققی میروند. ما سرحدیم به افغانستان، از طرف ترمیز مردم بگیم که به همون موروه و نمیدونم بر همون بوچکای زرد که آوانی بودن اونو در آب و مطار چی که این وای دیگه کولشون قطعی رفتگی ماهیگیری، همون بچه ها ایجای ما بودن. بگیم که 70-80 کیلومتر به اون لوی مرزه. چکار کردن اینو؟ گرفتن همون بچه ها را 18 سالی نمیدونم سلفیشون گفتن یا که داعشیشون گفتن، بردن زندانشون کردن. نفرایی که پروست ماهیگیری رفتگی بودن. این حکومت نمیدونه که مردم مثال آبازی میکنه در لوی دریا، نمیدونم ماهیگیری میروه، نمیدونم سیاحت میروه، اینا میرون میگیرن اتهام میکنن چیزی اینا دلشون تیاره. این همین لوبای مخالفی که میقپن یا که یگان انسانی که محقلشون نیست دله تیاره، فقط نام و فامیلیت می نویسن، عکس در همون دله بگیم که میچسبونن، خلاص دیگر گوسوتی اوسنش. یگان انسان در تاجیکستان ای سال 2000 بگیم 14-15 تا امروز عدالتانه سود شدگی نیست. یک انسان به 10 استاتیا میبرن محکمه که اون استاتیا را خیلی همون انسان ها نمیدونن که چی هم. باور کنید این حکومت بگیم میگم که دیلا تیورای تنها اینو میگیرن صورت ترق اینو فامیلیت میزنن میبرن 50 سالت میتیان. یه بچه آدم میکشن 50 سال ترمشون نمیکنن، سفیدی میفروشن، تجاوز میکنن، نمیدونم ای بودجه دولت سو میدزن، آزادن. امروز یک نفری که میبره مثال اعتراض میکنن، ناراضگی بیان میکنن، این حکومت ما میگیرن نمیدونم 30 سال میبرن یک نفر زندان میکنن که دستش نه سلاح بود نه یگان رگتکه نداشت. اینا برای منفعت خودشون، برای کاری خودشون همه کار میکنن که سری قدرت بمونن. انشاءالله که این امیداتونه شما به گور تنها میبره، دیگه به یگان جای دیگر نه که شما بگیم اولادی میکنه تاجیکستان و شما یک نظام امی پشتی دیگر رفتن میگیره.
ягон ҳукумате 60-70 сол зиёд нарафтааст. иншалло ки шуморо ҳам 30 чанд солтон гузашта. умедворем ки мо мардуми тоҷикистон ки иншалло ки коре мекунем, ин режима сарнагун мекунем, як ҳукумате месозем ки бигем ки мардумсолор бошад. ҳамиқа гуфтанӣ будам бародари азиз, боқӣ худо нигаҳбон. зинда бошед, зинда бошед. То замоне ки ин сарҳад тавассути тоҷико идора нашавад, агар ку тавассути мардуми манзурум тоҷикистон, ҳеҷ замоне ин мушкилот аз байн намеравад. яъне дар тоҷикистон ҳар ниҳод вобаста як кишвар аст, махсусан ниҳодҳои низомӣ. як кишвар як ниҳоди низомиша идора мекунад, як кишвар як ниҳоди низомиша. ва то замоне ки ин ниҳодҳо аз як ҷо фармон нагиранд, инҳо бо якдигар кор карда наметавонанд. чун иш дар ин шак дорад. ту фақат масалан фикр ки дар тоҷикистон 5-6 ниҳод аст, ниҳодҳои низомӣ. вақте як ниҳод лави марз мерава, ин ниҳоди дигариш ки марз забун меги иша мезана. чаро? чун як ҷо идора намешавад. як таша як кишвар идора мешавад, як таша як кишвар идора мешавад ва дастур аз як ҷо намегиранд. барои ҳамин хотир иш дига иша гӯш намекунад, иша мегира мепарона. вақте ки дар як кишваре ки тасмимгирӣ аз як ҷо боша ва фармон аз як ҷо биёяд, инҳо дар ин шаке несте ки бо гуфтугӯ бо якдигар меран як кор анҷом метиҳанд, амалиёта мегзаронанд. масалан ту имрӯз маълумот гирифте ки дар сарҳад фалон мушкилоти масалан маводи мухаддира сурат мегирад, ё ки фалон қочоқбаро бояд фалон корро анҷом бидиҳанд. ба ниҳодҳои сарҳадӣ бояд гуфтугӯ кард. бидуни гуфтугӯи марзбон ту чӣ хел лави марз меравӣ? масалан ту як ниҳоди низомӣ дар ҷое ки қочоқ бурда мешавад, дар ҷое ки мардум марз мегзаранд, мераванд меоянд, уҷа як ҷои ҳамин хатарноктарин аст ва даҳо бор дар уҷа задухур сурат мегирад. ту барои ҳамунҷа масалан як амалиёт бигзаронӣ бидуни иҷозати марзбон. марзбон вазифаше ки дар ҳамун ҷои хатарнок агар ҳар касе садид бикшава, дар киштан ҷавобгӯ нест, ӯ ҷавоб намега. марзбон сарбоз фақат фармон иҷро мекунад, ӯ мезана, посухгӯ нест. ҳамин мисол мегирем, вақте ки ҷанг байни як кишвар мешавад, ту рафтӣ мезанӣ, мекишӣ, ту ҷавобгӯ нестӣ. марзбон посухгӯ нест. ӯ вазифаша ҳимояи ватан вазифаша, бояд бикунад кора. аммо вақте як ниҳоди ахмақе ки меояд аз масалан ҳеҷ гуфтугӯ намекунад ва меояд ҳар корро мехӯрад масалан анҷом медиҳад, дар шаки несте ки мезананд дигар. бале, ино ман фикр мекунам ки инҷа дасти Русия ҳаст, дасти ҳукумати Тоҷикистон. байни худ чон нофаҳмоӣ мешавад, баъд ҳамин хели корҳо сурат мегиранд. ман мехостум ки ай ҳукумат ки шумо лоақал ҳамин корҳоро мекунед, расонаӣ накунед ки душманҳо хурсанд бишаванд ки шумо худ ба худ зада шудед. шумо як наметавонед ки ба инат ба вай як суҳбат бикунед, ё ки боварӣ надоред ин ниҳодат ба он ниҳодат ки ҳамин корҳоро мекунед. мо худмон мо дорем, имрӯз дорем, мехоҳем мардуми тоҷика населения зиёд кунем. шумо ихаша бурда зиндон доред, қайдигаша худ ба хитон мезанем, мекишед ҳамдигарита. ин чӣ хели давлатдорие? мо оянда мехоҳем ки як ҷаҳони тоҷикони бузург бисозем дар дунё. ино омада имрӯз бигем ки ними мардумо ё ки мекунанд зиндон менанд, ё ки мекишандшон. бояд ай одамкишӣ, ин одамкиширо ягон инсон бигем ки қабул надорад, ягон давлат ҳам қабул надорад, ягон миллат ҳам қабул надорад. бояд одамҳо кушта нашаванд. одамҳо худованд ҷонша додааст, худованд ҷонша бигирад. бояд одам арзиши олӣ дошта бошад. не ки имрӯз дар Тоҷикистон одам бовар ки қадр надорад. ба ҳар сурат шаҳрванд беарзиш аст, чун ниҳодҳо ҳамторе ки гуфтам байни ниҳодҳо як ҷанги рафтааст. ҳар ниҳод барои худаш кор мекунад. масалан ин ниҳод як ҷо дастур мегирад, як кори дигар мекунад, ниҳодиш як кори дигар мекунад. баръакс бояд ниҳодҳо бо ҳам як иртиботи хеле зиче дошта бошанд, махсусан дар амалиётҳое ки ҷои ҳассос анҷом мешавад. ин ниҳодҳо бояд бидуни иҷозати якдигараш кореро анҷом натиҳанд. шумо ҳама як ниҳоде, шумо ҳама низомие. вақте ки масалан рӯзи артиш ҷашн гирифта мешавад, оё мешавад як ниҳоди низомиро даъват накард? ҳамаш бо ҳаман ку. бале, пас ниҳодҳои низомӣ ино як мафҳум дорен. шумо ҳама
بله در ساختارهای گوناگون کار میکنید. یک عدد وزارت کارهای داخلی کار فقط نظارت داخلی است. تو را چیکار به کارهای سرحدی؟ اگر حکومت رحمانوف امروز کمیته امنیت دولتی ملی را تامین کردن اداره کردن نمیتونه، وزارت ها را روی میکنه، خب کو مشکل او است. پس بگی یک نفری را ممکن زیر نفوذ خودت باشه، زیر نفوذ یک کشور دیگر نه، تو مردم درجه قربان نکنی، زورت نمیرسه. اگر چرا باید کمیته دولت امنیتی ملی مال یک کشور دیگر باشد؟ چرا بدون گفتگوی یکدیگر این کار انجام میتین؟ بله درسته. یا اینکه در وزارت کارهای داخلی امروز نرکا بیزنس ها، نرکا ترگولیات شروع شده، بازار نرکا بیزنس شده اونجا. هر کسی شمی فورا میرود یک مثلا عنوان پالکونیک گرفتگی، معاون پالکونیک گرفتگی میرود، یا که پالکونیک و پد پالکونیک میرود لوبوی کوری هر چیزش فورا در سرحد 10 میلیارد سوم دورو میزنه، ایسوس کرشواد میکنه. من یک چیز حیران میشم برادر که در دولت ما همین چیز نمیرویه. ما متاسفانه در روسیه با نام نارکوتیک زیاد بگیم که جوانای ما در پشت زندانن. نگاه کنید که یا که میگن که تاجیکستان اومدگی همین مواد مخدر، برای که اینجا مرز روسیه در مرز قطعی تاجیکا همکاری میکنه. این بیزنس بود که قطعی قرغیزها هم دست به گریبان بودن. من قطعی یک قرغیز بگیم که هم صحبت چیدم، گفت که ما ملت ها یگان مشکلی نداریم، ما چند ساله ها شد که ما خیشن در همه آدمایی که در مرز زندگی میکنن اینش بگیم که او پارا کلن کردگی و او پارا مثال زندگیشون خوبه، یگان مشکلی ندارن. مردمی مرزی، مردمی عادی، اینا میگه تنها اومدن این حکومتی بگیم که نه توشیف قطعی یتیمف دارن امروز میگه بگیم که شب و شب بینن جنگ. برای چی؟ برای که با اینجا همو یک لینی بوده است که بگیم که قاچاق مواد مخدر میگذشته است. این ایدهن یک قرغیز من شنیدم که قرغیز میگه که همین تا به همین پیش خانه ما بگیم که همون فروهای همین ها میگذشتن، چیزی که میگذروندن فرق نداشت، لوبای محصولات هم میگذروندن، بگیم که بر روسیه هم میبردن، قاچاق میرفت. و همین خاطر اینا اومدن قرغیزا گفتن که قاچاق نروا و بگیم که بیا قانونیش بکنیم. به همین خاطرها بود این جنگ ها، این قسال ها آبشی یزیک بود به دیگر رئیس جمهورای قرغیزستان. همین قسال رحمانوف نمیتونست که در 30 و چند سالی سری قدرتش که همون مرز بگیم که معین بکنه، برای که اینجا در بیزنسی خودشون بود. وقتی که دو آدم توغوری نمیگیرن بعد بگیم که بینشون بگیم که زد خورد میاد. تمام محل دیگه پرزیدنت های قرغیزستان بودن که این پرزیدنتش خوبتر بهتر بودن، رحمانوف نمیتونید با اونها بگیم که مرز معین بکنه. اینا بیزنس ها بودن، اینا تمام محل خاموش بودن. این آدم ها اومدن که پل با اونها نمیرفت، تنها با جیب رحمانوف بود. اونها نخواستن که بگیم که همین رای قاچاق باشه، گرفتن مرز گفتن بگیم که میکشیم، یک بگیم که پاسبان میمونیم، چیزی که میگذره ما حساب کتاب میکنیم، برای که یگان سوم در ویا نمیچکه. برای همین خیلی که این مردم ها میخیزن بین همدیگر جنگ میکنن. مثال پرزیدنت ها نمیشید که مثال جنگ اوکراین و روسیه را مثال میگیریم، همین ها این میلیون ها صرف کردن، این طرف چند نفر مرد، چند هزار میلیون، این میلیون زیاد مردگی، این طرف هم این طرف هم. همین نمیشید که این آدم ها نمرن، این جوها ویران نشون، این بگیم که همین چیزای نظامی را حیف نکنن، بمب و نمیدونم تیر و توپ شونن. همین یک جوده یک چیز می ساختن برای مردمشون. همین روسیه را موزی بگیم که اگر همو شهرها و ناحیه هاش کمی دورتر برای همونجا هم نه آبه نه گازه نه سویته یگان چیز نیست. نمیتونستن همینو که یک جاشون آباد بکنن. نمیدونم اینجا چی دو آدم وقتی که توغوری نمیگیره بعد ملت عذاب میکشه. برای همین خاطر که یگان دو پرزیدنت بین همدیگرش صلح کرده نمیتونن، بگیم که یگان باید خلاصه نمیوین، مردم میخیزن جنگ میکنن، یگان محل نخیزن مردم جنگ نکنه. برای چیز این منفعت دو نفره، منفعت ملت نیست. اما قرغیز میگه که ما
تا حال خشتباری داریم. ما بگیم که همه چیزامون قریب بگیم که تاجیکیه، یگون چیز نیست. داشت نیت های نمازمون بگیم که با تاجیکیه. تا حال نگاه کنه که قرغیز با تاجیکی نیتی نماز میکنه، برای که تاجیک ها زیاد هم در این مرز بگیم که خشتباری دارن، یگون مشکلی نداره. اینو تنها وقتی که دو آدم میآید بینشون نافهمی میشود دیگه، بعد این واقعه ها و وجود میآیند. خب زنده باشی برادر. خدا نگهبان. زنده باشی. انشاءالله امیدوارم که برام زودتر تمام کنیم و برنامه ختم آغاز شود و برنامه تا پیش بر انشاءالله. ما خدا نگهبان. زنده و سلامت باشی. تشکر از اشتراک. انشاءالله که صحبت میکنیم. پروردگار حفظ کنه. خب امیدوارم و هموطنان عزیز، این مشکلاتی که به میان آمد و ما صحبتش کردیم، فکر میکنم که عین حال موضوع ایران و چین که ما در اینجا چند لحظه صحبت کردیم، ایران و امریکا که چند نقطه صحبت کردیم کافی است و ما برمیگردیم به موضوع اصلی، این موضوع چین و امریکا و جنگ اقتصادی که بین این دو کشور در این هفته صورت گرفت و یکی از موضوعات مهمی است که همونطور که می‌بینیم در رسانه‌های مجازی بسیار موردی بررسی و تحلیل مردم قرار گرفت. همداران و هموطنان عزیز، همونطور که شما می‌دونید رئیس جمهوری آمریکا برای تمام کشورهای جهان و از جمله چین، روسیه و دیگر کشورها یک تعرفه‌های نو جوری کرد که تعرفه نسبت چین بسیار تعرفه گزنده بود و 50% تعرفه وارد کرد که با اون پیشتر تعرفه 85% تقریبا یعنی باج وارد کرد و این باعث کرد که چین بعد از چند روزه جوابی پاسخی بتید و در عوض این 85% 84% نسبت بارهای آمریکایی باج وارد کرد. و بعد از شنیدن این حرف دیروز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در یک برآمدش با جنگ اقتصادی چین دیومباره اعلان کرد که 125% باج وارد میکند به تمام بارها و کالاهای چینی که وارد بازار آمریکا یک بازار میشوند و این پاسخ بسیار چین را ناراحت کرد و چین بازم گفت که در فرصتی نزدیک بازم ما پاسخ خواهیم داد با این مسئله. یعنی اگر هم خیلی پاسخ ها ادامه پیدا کند این مشکلات بین دو کشور خیلی عمیق می شود و تأثیری بازار جهانی یعنی به سخت می شود. ببینید چون چین یکی از کشورهایی است که امروز مخصوصا جهانی آسیای مرکزی را بسیار زیر نظارت خود گرفته و اقتصاد او را کاملا کنترل میکنن. این بازار کشورهای ما امروز زیر نفوذ چین است و تمام بار و کالاهایی که داریم از چین برمیآیند و این چنین حتی بیشتری بارهای دولت‌های عربی و دولت‌های اروپایی و حتی آمریکا از تمام موادهای بارهای چینی برخوردارند و این چیز بسیار اقتصاد چین را بالا میبرد و نفوذ چین را در سیاست ها نیز زیاد میکنه. ما هم طرق میبینیم چین به هر یک چیزی که در امریکا میبرن هم رأی او را یعنی هم مثل او را دیمبورا در کشور چین میبروید با اسم دیگر و او را در بازار در سودا میگذارد با نرخی 10 برابر ارزانتر، چیزی که امریکا را ضربه میزند و این چیز بسیار در بازار اقتصادی به چین فایده میارد و به همین طریق کشورهای کم بیزاعت به مانند تاجیکستان و دیگر کشورها بیشتر ترجیح میتیند مالهای چینی را استفاده کردن از اینی که مالهای قیمتی امریکایی را استفاده کنند. در عموم اگر ما نظر کنیم این جنگ بسیار ضربه میزنند. ضربه اولش این میتواند مسئله اقتصاد یعنی بالا رفتنی دلار و بالا رفتنی نرخ‌ها در بازارها دستمرس شود، چیزی که تمام سرمایه‌گذارهای قوی که از امریکایی هستند و اونها
سرمایه خودشون رو از چین بردارن و بازارهای خود رو که در چین دارن بر بگیرن. همونطوری که من به شما اشاره میکنم که چین یکی از سبب‌های پیشرفت اقتصادش همین بود که در یک منطقه خاصی که در لب مرز است کاملا تقریبا مالیات از بین برد و پول کارگر کاملا ارزان کرد و به مردم اجازه داد که بیایید اینجا سرمایه کنید و از اینجا به هر جای میتونید روان کنید و تمامی سرمایه گذارهای جهانی که در کشورهای آمریکایی، اروپایی و دیگر کشورهای پیشرفته که در اونجا برای کارگر پول زیاد میتین، برای مالیات پول زیاد پرداخت میکنن، برای اجاره پول زیاد پرداخت میکنن، اینا هم رفتن شرکت‌های خود را چکار کردن در چین باز کردن و این شرکت‌ها بین المللی شدن و در اونجا مال و کلاه ساختن و به جهان صادر کردن و چین در اینجا علم آموخت و در اینجا تجربه آموخت و عین حال خودش هم و تاجرای خودش هم نیز این کارا را زیاد میکنن و حتی اگر تاجرای چین هم بروند اونقدر سخت‌تر نمیرسد، ولی به هر صورت وقتی که امریکا چون یک سیاست را پیش بگیرد این واقعا به اقتصاد و بازار ضربه میزند و به مخصوصا تاجیکستان کلاها گرانتر می شود و بازار به از ضربه سخت میبیند. ولی مشکلات دیگری که میتواند وجود داشته باشد این شرکت های بونفوزی که موجودن که بین دادگیری بین آنها وجود دارد، بین چین و آمریکایی که بیشتر شرکت ها از این دو کشور هستند، اینا در لیست تحریم ها که بدرویند مال ها و کلاهایشان بسیار عمیقا در هر کشور زیر نظارت قرار میگیرد. اگر مثلا اروپا با این برنامه امریکا وارد شود، چین اقتصادش در زمین میزند و واقعا ضربه خیلی سختی میبینند، چون شما در نظر بگیرید که تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی توانایی خریدن اون مال و کالایی که چین میارد ندارند. مثلا ما در تاجیکستان اگر همین مثال بگیریم این همین را خرید کنیم اگر از چین ارزان ترین صفت چه یا اینکه دومین صفت چه میگیریم و امریکا و اروپا اولین صفت، یعنی حاضر در چین وقتی مال و کلاه میبرانن پسترین صفتش برای مردم آسیای مرکزی است و دولت‌های کمبغل است و بالاترین صفتش روان میکنن امریکا، اروپا و کشورهای پلدار عربی. یعنی اینها این مال و کلاهایی را که عین حال تحصیل میسازن اینا یا اینکه تمام چیزهای تکنیکی رو که چین آماده میسازد نمیتواند مثلا اگر امریکا این تحریم ها رو گسترش بدهد و نگذارد که در دولت‌های زیر نفوذ امریکا اینها فروخته شود، چین واقعا ضربه قوی می‌بیند، از جمله دولت‌های عربی که زیر نفوذ امریکا هستند، دولت‌های اروپا زیر نفوذ امریکا هستند، خود امریکا که اهالیش زیاد است، کانادا و دیگر کشورها. اینجا بازار چین خراب می‌شود و واقعا یک جنگ جهانی اقتصادی به میان میآید که ضربهش به تمام جهان میرسد. همدیاران و هموطنان عزیز، من راستی میخوام همین موضوع رو بررسی کنم و زیاد صحبت کنم، ولی برادر عبدالخلیل یا که المز برنامه دارن و وابسته به همین من نمیخوام که برنامه رو طولانی تر کنم، من چون زیاده از 1 ساعت و 41 دقیقه در پخش مستقیم هستم، چون این موضوع بسیار یک موضوع وسیع است و ما با این موضوع باز برمیگردیم و من کوشش میکنم که در کوتاه‌ترین فرصت جویاشم کارشناسانی مسئله اقتصادی، مسئله سیاسی را و اگر از این دو کارشناسان من برخوردار شدم و مهمان پیدا کردم و ما موضوع برنامه بعدی کوشش میکنیم با مهمان‌های برنامه و یا اینکه یک برنامه خاص مخصوصی همین موضوع ها آماده بسازیم با کارشناسای اقتصاددان و کارشناسای سیاسی تا این موضوع رو بررسی کنیم، تحلیل کنیم و بیایم بیشتر نگاه کنیم که این چه ضربه‌هایی به سیاست جهانی و سیاست تاجیکستان میان میرساند. من صحبت طولانی نمیکنم دیران، چون همطور گفتم برادر ما برنامه دارد و من موضوعی باید اوکراین و روسیه و این تهدیدهای جهانی را نیز صحبت میکردم. البته متاسفانه وقتی برنامه کوتاهی کرد و این موضوع ما صحبت نکردیم، ولی انشالله که در برنامه بعدی کوشش میکنیم که این موضوع رو بازم بیاریم با کارشناسان صحبت کنیم. دوستان و همدیاران عزیز، اینجا ما همچون برنامه همچون فکر نظر میپردازیم و این فکر نظر است و فکر نظر تغییر یابنده است و به مرور زمان باز نیست تغییر مییابد و این تحمیل کننده نیست. ما با هیچ نفری فکر نظرمون رو تحمیل نمیکنیم و تنها یک تحلیلی داریم و در مسائل سیاسی و
جهانی که میتواند اون به فایده شما باشد و شاید بعضی حرفاش غلط و اشتباه باشد و کوشش کنید شما حرفایی را بگیرید که برای زندگی شما و با فایده زندگی شما مفید باشد بیاد برساند. و به همین خاطر ما کوشش میکنیم که برنامه‌های تحلیلی داشته باشیم در این موضوع و بیشتر به این مسئله بپردازیم تا آگاهی سیاسی شما را بیشتر بالاتر ببریم و بدونیم که هر یک قدمی که میگذاریم همین قدمی ما به خاطر چی است و چرا از این قدمی ما دیگرها فایده میبرن و ما چیکار کنیم که سر راه این نقطه ها را بگیریم. دیگر برادر ما پیوست شدن ولی متاسفانه من نگم میخوام برنامه رو خاتمه بدیم. اگر برنامه کو اینترنتش به نظرم ضعیفن کو ببینیم اگر برادر اگر پیوست شوند یک برادر رو پیوست کنیم بعدا ان شاء الله که اینترنت چون به نظرم ضعیفه. کو بله اینترنت چون ضعیف است من نظرم. برادر عبدالله اینترنتون ضعیف است فقط تو میخورد و من نمیتونم شما رو پیوست کنم متاسفانه. اینترنتون خیلی ضعیف است. ما یک کمک منتظر میشیم برادر کو پیوست شدن این باره اگر پیوست نشینن بعدا خداحافظی میکنیم و چون ما حدودا اگر اشتباه نکنم 15-20 دقیقه وقت داریم ولی به هر صورت تا ما بگذاریم باز با برنامه را به کی بسپاریم که تا اینکه برادرم برنامه‌اش اعلان کردن و او ما پیش از ما اعلان کردن به همین خاطر نمیخواهیم که یک برادر مخالف در روزی که برنامه داشته باشم برنامه کنیم و ضررش برسونیم. برادران و هموطنان عزیز لایک خود فراموش نکنید، نظریات بنویسید و کوشش کنید شریک کنید یا که پدیلیست کنید برنامه ما را و دیگران برسونید. بسیار کاری مثبت خواهد بود برای پیشرفت ما و اگر برنامه رو دستگیر کنید برنامه بیشتری شاید در 10 هفته 2 برنامه 3 برنامه یا اینکه برنامه خصوصی خواهیم داشت ترقی نواری یا دیگه برنامه‌های خبری خواهیم داشت. اگر شما برنامه رو بیشتر دستگیری کنید و ما بیشتر کوشش میکنیم در خدمت شما قرار بگیریم. خب برادرم پیوست نشدن من دیگه وقت طولانی شما را نمیگیرم برادر و هموطنان عزیز شما رو به خدا میسپارم پروردگار همه شما رو حفظ کند و من در موضوعی که گذاشتم به وعده خود میستم و موضوع رو وسیع‌تر و در هفته بعدی بازم عمیق‌تر در این موضوع برمیگردیم و صحبت میکنیم و کوشش میکنیم که تمام نقاط جهانی رو با کارشناسان و با سیاستشناسان صحبت کنیم و بفهمیم چرا چنین واقعه در جهان رخ میدهد و این چی ضربه‌ای به تاجیکستان خواهد زد و چی ضربه‌ای به جهان خواهد زد و چی ما را در آینده انتظارات چی کارهایی را انجام بدیم که به نفع جامعه و به نفع جهان و به نفع خود ما و خانواده ما خواهد بود. باقی شما را به خدا میسپارم. سلامت و سربلند باشید. خداوند همه شما رو نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.